راجب یه چیزی آخه من خیلی انرژی داشتم، خواستم برم ورزش های رزمی. قد من بلند بود، دوست داشتم دعوا کنم. دوست داشتی دعوا کنم؟ آره دعوا کنم، مثلا بزنم. بعد رفتم سانشو. روز اول جمعیت وایستاده بودن، اونا هم مثل من همون ته وایستاده بودم، منتها از اینجا به بالا یه مربی اومد انقدر گفت اوس، همه گفتم اوس. گفت خیلی خوب، با لهجه همدانی میگم، گفت خیلی خوب، فنی که میخوام بهتون یاد بدم فن رانستیکه. شما من اون ته بودم، گفتم بله. گفت شما بیا. ما اومدیم جلو. روز اول گفت خیلی خوب، وقتی که دعواتان میشه تو خیابان یه درازسر که نداریم، داریم؟ آقا یه لگد میخواست تو رو به عنوان نمونه نشون بده. آره. یه لگد به ما زد، درد وحشتناکی در من شکل گرفت. رفتم فرداش باور کن دوباره من گفت اوز خیلی خوب، تو بیا امروز میخوام مثلا فن فلانی رو بهت یاد بدم. یه درازسر همه نه خیلی شد.